فکر میکنی عسل برای کودکت مفیده و به کودک زیر 2 سالت عسل میدی؟ حتما این پیام من رو داشته باش. عسل ممکنه کلستریدیوم بوتولینیوم داشته باشه. شما که بزرگسالی، میکروب های مفیدش بیشتره، باکتری های مفید بیشترن و میتونن این کلستریدیوم بوتولینیوم رو از بین ببرن. اما کودک زیر 2 سالت هنوز روده هاش بالغ نشدن و نمیتونن این باکتری رو از بین ببرن. علائمی که ایجاد میکنه باعث شل شدن عضلات میشه، باعث میشه که تنفس دیگه صورت نگیره و خدای نکرده فرد از بین بره. پس حتما این پیام رو به بقیه مادر پدرها برسون و خودت هم بدون که نباید برای کودک زیر 2 سالت عسل استفاده کنی. مراقب سلامتیت باش. دوست دارم. قهرمان.